هموطنانم چطورید؟ چطورید؟ چه خبره؟ حالتون خوبه؟ کیفتون کوکه؟ مگه میشه کنار من باشی و کیفت کوک نباشه؟ ببین چی آوردیم، یعنی میبند 3 اومد نخریدم، 4 اومد نخریدم، 5 اومد. بچه فیلم اینه اگر بخواید هست. یعنی انواع اقسام میبندها اومد، من نخریدم تا صبر کردم بهترین نوعش بیاد. میبند 6. بذار من جعبه دیجیکالا رو براتون ببازونم. از جعبه دیجی کالامون و اینک آهو دوستان عزیز همکنون آهو چه جعبه میبند 6. نه شیائومیه دیگه، فکر کنم میبندا رو همتون بشناسید. 100% ساخت چینه. کوالیتی کرفرینت. نمیدونم رنگ بلکش رو خریدم. حتی میشد مشکی مات. مشکی داشت من مشکی ماتش رو خریدم. بعد بچه خیلی خوشگله ها، اصلا نمیدونم چی. الان دیگه 30 تا کار رو برای شما ضبط کنم، 30 تا ورزش. بعد میتونید باهاش تا 50 متر زیر آب برید شنا بکنید. که اصلا چه استخری داریم ما تو ایران. دنبال کننده خواب داره، خواب رو دنبال میکنه. شب من معمولا در میارم. و مگنتیک شارژر. بچه شارژراش یه سری داستانا داشت دیگه، و توی میبندای 3 و اینا که باید در می آوردی و اینا. بریم برای آنباکسش. بچه خیلی خوبه این. خیلی باحال بود. این از پلمپ کار باز شد. موقعی که بازش میکنید اینجای کار یه دسته بیل داری، اینو میگیری و میکشی و تموم میشه. ببینید توی بستهش ما خود میبند رو داریم. میذاریم یه گوشه. یه جعبم این پایینه که نمیدونم. ببینید از بغل باز میشه. یه دونه قاعدتا کابل باید اینجا باشه برای ما. یه کابل داریم که الان بازش میکنیم و یه سری هم یک کتاب راهنما ما داریم اینجا که خیلی زیاده. شارژر نگاه، یه دونه شارژر خیلی خفنه. ببینید این شارژرشه. خود دستبند رو هم اگه بخوام براتون آنباکسش بکنم اینه که یه دونه اینجا سگک داره و چیز باحالیه. اینه پشتش هم ببینید چیزی باید روشن بشه. این فکر نکنم الان بتونم ادامه ویدیو رو بگیرم. اینو من الان گرفتیم آنباکسشو، میرم یه هفته باش کار میکنم، برمیگردم تمام خوبی‌ها و بدی‌هاشو میگم. فعلا یعنی تا حالا نشده من USB رو یه بار این آدم بکنم تو، همش اولین بار دومین بار. ببین چقدر شارژر دستبند باحال شده. نمیدونم چرا از اول همین طراحی نیومد روش. یه انیمیشن بهتون نشون میده، میگه سلام. بعد با صفحه شارژ روبرو میشید که ساعت و درصد شارژ باتری رو بهتون نشون میده. یه نوار سبز دورشه که
وقتی پر بشه اون تا آخر میاد پر میشه. یه شبانه روز گذشت. یه دفترچه یادتونه، توی دفترچه یه بارکد هست. خب بارکد رو اسکن میکنی، برنامه میفید دانلود میشه، توش ثبت نام میکنی. حالا چون من از قبل توش حساب داشتم دیگه ثبت نام نکردم توش، گفتم همون حساب قبلیمو برای من بیار و تاییدش کردم. یه جیمیل و پسورد ازتون میخواد که خودش برای من زد، تایید میکنم. بازم حالا بهتون میگه ریجن انتخاب بکنید. خدا رو شکر الان دیگه ریجن رو خودتون از روی اپلیکیشن انتخاب میکنید. من پیشنهادم اینه که بذارید روی یونایتد استیت و ایالت رو هم حتما بذارید فلوریدا، چون فلوریدا یه سری ممنوعیت‌های قانونی نداره، راحت در گرفتن. تایید میکنید ترن آف سرویس ها رو و میچرخه. وقتی بعضیا میگن بذارید رو هند و اینا، ولی من ترجیحم روی آمریکاست. حالا باید برای خودتون یه پروفایل درست بکنید. پروفایل شامل جنسیتتون، اسمتون، قدتون، تولدتون. الان مثلا من 6 ژوئن 2002 هم و وزنتون و چیزی که خیلی این وسط مهمه تعداد هدف گام روزانه‌تونه که من گذاشتم 8000 قدم روزانه. بعدا هم میتونید تغییرشون بدید، نگران نباشید. تایید که بکنید وارد صفحه اصلی میفید میشید. تاییدا رو دوباره انجام میدی و اون بالا یه دونه به اضافه هست، اونو میزنی. هر چیزی که داشته باشیم میتونید اضافه کنید، ترازو، مرازو. حالا ما مچبند اینجا میخوایم اضافه بکنیم، یه تایید میدیم، یه چیزی میگه بهمون، جی پی اس مون رو میخواد. اینجا بلوتوث گوشی روشن میشه و شروع میکنه به گشتن برای پیر شدن. یادتونه بهتون گفتم توی شارژ کار نمیکنه، بس باید شارژر رو در بیارید و دستبند رو بذارید بغل گوشیتون. خب اینجا یه ذره طول میکشه، من ویدیو رو اصلا نه کات میزنم نه تندش میکنم که شما سرعت وصل شدن دستبند و گوشی رو به صورت واقعی ببینید. یه 10 ثانیه طول میکشه، بعد روی دستبند یه اعلام براتون میاد که تاییدش میکنید. اینها ببینید تاییدش میکنم، تمام شد. برای اولین بار صفحه نمایشگر مچبندتون ران میشه. اینجا یه سری تبادلات بین دستبند و گوشی داره اتفاق میفته، آب و هوا و یه سری چیزایی که برای اولین بار خب نیازه. همینجوری مثلا نگاه کنید نم نم آب و هوا الان اوکی شد. بعد یه ذره طول میکشه، میاد توی یه صفحه‌ای که داره در مورد تنظیمات باتری میگه که حالا من جلوتر بهتون میگم باید چجوری تنظیمش بکنید. بعد یه سری بروزرسانی هست، بروزرسانی نرم افزار، سخت افزار که اجباری بود و پیرم در اومد. 1 سال منتظر موندم، 3 شبانه روز گذشت تا تهش پیر شدم و تمام. این نوری هم که الان میبینید نور سنسور ضربان قلبشه. اینم روی دست داره ضربان قلب منو میگیره. یه خوردم از خنده دیگه. ساکت. ساعت 10 اومدم فیلم برداری رو شروع کنم. 10 و 18 دقیقه است. 18 دقیقه خندیدم. 18 دقیقه خندیدم. آقا صنایع دستی کرجا، کسی خاص خدمت هستیم. آقا میبند 6 یادمه میخواستم 3 شو بخرم، بعد گفتم 4، بعد گفتم 5، الانم که 6. برنامه میفیت رو دانلود میکنید. این برنامه میفیته. خب اگه یادتون باشه من اینجا الان میذارم یه ترازوی شیائومی خریده بودیم. ترازوی من هست. بذارید اسکرین ریکوردر رو روشن بکنم. آقا من تازه الان متوجه شدم که اسکرین ریکوردر رو فیلمشو حذف کردم، ببخشید. بچه‌ها ببینید وقتی نمایه رو میزنید خب دستگاه هایی که دارید رو بهتون نشون میده. خیلی وقت زدم تو کار شیائومی. یه دونه می اسمارت 2 داریم اینجا، یه دونه هم می اسمارت بند 6 داریم. خب اون که هیچی، ترازو ویدیوش اینجا هست، میتونید برید نگاه کنید هیچی. ولی می اسمارت 6 عکسش اینجا میاره، عکسی که روی چیزه. من الان عکس خودم رو انداختم. اگه اولین چیزی که میزنید روش فروشگاهه. توی فروشگاه یه سری تما، یه سری بک‌گراند ها برای ساعت وجود داره که میتونید فعالش بکنید. خب یه تعداد محدودی اینجا چیز داره، مثلا 100 تا 200 و خیلی هاشون هم شبیه به همه. پس باید چیکار کرد؟ یه برنامه های مکملی هستن. من سرچ کردم می 6، یه برنامه آورده خدا تا داره، یعنی هر چی بری هست.
کارش هم اینه که بعد مثلا هر کدوم خواستی میزنی، دانلود رو میزنی اینجا، بعد تموم شد. میای توی میبند، موقعی که دانلود کردید میاد کجا؟ میاد میزنید فروشگاه، میزنید منیجر یا مدیریت، اینجا نمایشگر مچبند محلی، تمام چیزایی که دانلود کردید میاد روش. ببینید الان رو هر کدوم بزنم همونو روی این سینک میکنه. حتی الان دوباره رفت توی سینکینگ و بدبختی های مجدد. ببینید چی شد، شبیه اپل واچ یه جورایی شد. بعد اینا وصل شد، چقدر قشنگه، داره تایم، قلب، مدت راه رفتن، باتری و تاریخ و خیلی اطلاعات خوبی به آدم میده. یه چیزایی درباره خود ساعت بگم. بچه خود ساعت همه چیش میشه چیز کرد، همه چیشو میشه شخصی سازی کرد. ببینید الان من شخصی سازی کردم، بدم چپ بره روی موزیکم، قبلی، بعدی، پلی، پاوز و کم و زیاد کردن صدا رو انجام میده. اگه بدم راست، آب و هوا، کرج الان 16 درجه، 30% رطوبت داره، قدرت باد لولش 2، یوویش هم ویکه. تا الان مدیوم بود، الان نمیدونم ویکی یعنی چی. بر روزهای بعد، فرایدی، ساندی، اینا همه رو بهم میگه. بدم بالام خب یه سری چیزا هست دیگه، مثلا الان کرونومترشه بزنم، شروع میکنه کرونومتر انداختن، بعد الان مثلا لول‌های مختلف تمامم که میشه، خب میام ازش بیرون. مثلا اینجا میتونم گوشی رو باش سایلنت کنم، این چراغ قوهشه، تو شب خیلی به کار میاد. این ضربان قلبشه، این SpO2 اکسیژن خونه، این استرسه، این فعالیت‌های ورزشی که انجام میدید. مثلا الان من میخوام تردمیل بزنم، هرچی گو رو میزنم، 3 2 1 شروع میکنه برای من تایم انداختن. تمامم که میشه خب میام ازش بیرون و نگه میدارم. خدافظ. 50 متر میره تو عمق دریا. عفه شو بابا. یعنی تا 50 متر رو ساپورت میکنه. شما اوکی، راحتی باش، هر کاری دوست داشتی انجام بدی. آلارم براتون میزنه، مدیتیشن براتون انجام میده، مثلا میلرزه. نفس عمیق بکش، حالا ول بده. شاتر گوشتون میشه. نوتیفیکیشن هایی که میاد، بانک صادرات، انتقال 10,500 تومان، ماندهشو نمیذارم ببینید. نوتیفیکیشن هایی که میاد و براتون فارسی نشون میده، ولی اگه کسی بهتون زنگ بزنه اسمشو فارسی نشون نمیده. نمیدونم چرا. اسلیپ یا چیزی که داره قضیه اسلیپه. توی اسلیپ به من میگه من دیروز 6 ساعت و 40 دقیقه خوابیدم. رفت بیرون. از این 6 ساعت و 40 دقیقه، ساعت 2:37 AM یعنی شب خوابیدم، 9:32 صبح بلند شدم. و اینم بگم این در صورتی بود که من دستبند تا صبح توی دستم بود، ولی اوکی بودم باش، یعنی اذیتم نکرد، توی شلترین حالت بسته بودمش. شارژرش بچه، شارژرش خیلی باحاله دیگه. بذارید شارژرشو بیارم. خیلی بچه راحت بازو بسته میشه. شارژر بدین نحوه شما اینو میگیری، شارژر وصل شد، تمام شد رفت. خیلی راحته. یعنی من تو میبندهای قبلی فکر کنم شما باید، فکر کنم که مطمئنم شما باید اینو در می آوردید. پشتش یه سری سنسورها داره. سنسور ببینم میگیره، تاش ان شاءالله که بگیره. 2 تا سنسور داره و یه دونه چشمشه میخونه. اولی ضربان قلب رو میگیره، دومی اکسیژن خون رو میگیره، سومی هم این تحلیل ها رو انجام میده. بذارید براتون یه لحظه انجامش بدم ببینید چه شکلیه. دیدید اون نور سبز در واقع داره کارش رو انجام میده. خیلی بعد بچه‌ها فست شارژه، یعنی یه چیز عجیبی فست شارژه. نوتیفایی که بخوای برات بیاد و بعد اینجا مشخص کنید، اعلان و یادآوری نگاه کنید. تماس‌های دریافتیتون، هشدارهای برنامه رو من غیر فعال کردم. هشدار بی تحرکی، یه موقعاتی هست شما بی تحرک باشید این میلرزه، خب ولی من امروز داشتم چرت میزدم، این فکر کرد من بی تحرکم، لرزید، چرتمو به هم زد. فعلا بذار روشن باشه. پیامک‌های دریافتی و اعلان‌های هدف. اعلان‌های هدف، شما به هدفاتون برسید. 8000 گامی که تایید کردید، من 8000 گام تعیین کردم. بچه چه بارونی میاد. به این 8000 تا برسید بهتون میگه آفرین، دمت گرم، تو خیلی خوبی، آفرین. از اینا بگذریم. توی لرزش‌ها شما همون تنظیماتو دارید،
فقط لرزشش رو هم کنترل میکنید که بلرزه ساعتتون یا نه. نظارت بر سلامتی کارش چیه؟ نظارت بر سلامتی اولین کار تأثیر روی عمر باتریه. الان میبینید روی قرمز نشانگرشه، ببینید بهتون بذار نشون بدم اینجا. میبینید روی قرمزه، این یعنی که تو تمام تنظیمات رو فعال کردی. چه تنظیماتی؟ نظارت مداوم نظارت مداوم ضربان قلب من هر 1 دقیقه است. خب یعنی شما میتونید 5 10 20 30 هر چقدر بذارید. خب من گذاشتم هر 1 دقیقه ضربان قلب منو بگیره. بعد هشدار تپش قلب فعلا خاموشه. نظارت بر ضربان قلب روشن. خواب، ببینید دستیار نظارت خواب روشنه. وقتی که من برم به خواب میفهمه. نظارت بر کیفیت تنفس در خواب، وقتی خاموشش بکنم دیدید اومد وسط. الان دوباره روشنش میکنم، تایید نکنید، دوباره رفت این گوشه. خب این در واقع داره نشون میده که این تنظیمات چقدر روی کیفیت روی عمر باتری تاثیرگذارن. نظارت پیوسته بر میزان استرس، هر 5 دقیقه اگه این روشن باشه، هر 5 دقیقه یه بار استرس تو رو اندازه میگیره که تا حالا فکر نکنم درست برای من استرسمو چرت و پرت میگه. آره آخرش ضربان قلب و اینا رو همه تست میگیریم. بعد اینم از اینا چیزایی که میخواید اینجا نمایش داده بشه روی منوی ساعت رو میتونید تنظیم بکنید. ببینید من موقعی که میارم بالا خود به خود روشن میشه، میبرم پایین خاموش میشه. خب اینو شما ساعتشو میگید از چه ساعتی تا چه ساعتی چیز باشه. قفل مچبند من حال نکردم خاموش کردم، حالت شب داره، یعنی موقعی که شب میشه آفتاب غروب میکنه نور ساعت میاد پایین. موقعیت مچبندم که من فعلا دست چپ بستم ولی شاید بعداً بیارمش دست راست. من کلا ساعت رو دست راست میبندم. یافتن مچبند داره بزنین شروع کنه لرزیدن، کار خاصی نمیکنه. یافتن گوشی همراه، شما گوشی رو نمیدونی کجا گذاشتی، گوشی رو اینجا گذاشتی نمیدونی اینجاست. میای اینجا یه بخشی داره به نام Find My Phone، بذار پیداش کنم. Find Device رو که بزنی برو. و اون سرصدا میکنه گوشی میری پیداش میکنی. به خاطر کپی رایت خوب شد سریع قطعش کردم. اگه برید توی مور کامرا رو بزنید یک شاتر بهتون میده. خب شاتر رو که بزنید یه عکس ازتون میگیره گوشیتون حالا هر جا که هست. ساعت و شکل دستبند اینجا بهتون نمایش میده. این تمام کاری بود که شما باید برای این یعنی شاید 2 ساعت 1 ساعت خورده ای پاش نشستم، بعد هی تست میکردم قابلیت‌های مختلفو تا ببینم صدام گرفت، تا ببینم کدومشون برای من اوکی بود. این اطلاعات خواب منه. ببینید نمره خواب من از 164 شد، نمیدونم چرا. 6 ساعت و 40 دقیقه من دیروز خوابیدم. چند روزه فقط دارین بچه ببینید وقتی یک بلاگر هر روز تولید محتوا میکنه، هر هفته الان یه ذره دارم تون ویدیو میزنم، 6 ساعت شبا میخوابم. پس لایک کن، بادا ببین، لایک میکنی ها، ساب شید فرام نذارم. کیفیت تنفسم هم 92 بوده توی خواب. ببینید اینجا یه سری رنگ ها داره، نگاه کن میبینید مثل خواب عمیق، خواب سبک. ببینید من 50 دقیقه خواب عمیق کردم 12%، 67% معادل 4 ساعت و 27 دقیقه خواب سبک داشتم. 15 دقیقه من این وسطا بیدار شدم. این زردایی که میبینید بیدار شدم از 50 دقیقه صبح تا 6 من بیدار شدم، حالا تکون خوردم یا هر چیزی. و 1 ساعت و 23 دقیقه خواب رم داشتم. خواب رم چیه؟ تو خواب رم شما چشاتون سریع حرکت میکنه، مغزتون فعال میشه. خیلی در واقع اون بخشی از خوابه که شما داره سیو میکنه. فکر کن ویدیو رو گرفته حالا داره سیوش میکنه. این تمام اتفاقاتیه که میفته. مثلا ببینید من شروع کردم خواب سبک بوده، رم بوده، دوباره خواب سبک بوده، دوباره رم بوده. شما خواب سبک خواب رم میکنید، بعد دوباره یه خواب عمیق میرید. بعد البته الگوی خواب من اینه ها، ممکنه شما اصلا رم نکنید. این پایین یه سری هشدارا به من داده، گفته ببین خیلی دیر به خواب رفتی، بنزه کافی نخوابیدی، مدت خواب عمیق کوتاهه، استرس داری، خلاصه اینا رو داری. اینا هم یه سری نمودار و ایناست. بعد همه اینا رو گفتیم. یه چیزی موند توی این برنامه به نام PAI. PAI شما چیه؟ که اینجاست. PAI یک رتبه‌ایه که بر اساس ضربان قلب 105 به بالا میده. PAI چیه؟
وقتی قلب ما از 105 تا بالاتر نگه دارید، این PIR رو وقتی پر میکنی قلبت سلامت میمونه. یعنی ورزش هست میگن این روز نیم ساعت پیاده روی اینا، این در واقع همونو چیز میکنه. بعد الان ضربان من روی 89. فشار اگه به داخل فشار بدید این در میاد همیشه. نمیدونم این کاری که الان میخوام بکنم چقدر جواب میده. نمیذاره. آها گذاشت. من میگیرم پایین، ویدیو رو هم تون میکنیم ببینیم میگیره یا نه. خب الان گرفت 95%. 95% اکسیژن خون منو گرفت. اینجا میاد توضیح میده درباره یه سری چیزا که همش انگلیسی نمیفهمم. بالای 95% اوکیه، مشکلی زیرش هم باشه باز اوکی. از 90 بیاد پایین رو 89 87 اینا خطری میشه. خب اینم بود ویدیو می بند 6 شیائومی که خیلی باحال کردم. واقعا ضد بودنش به کار میاد. یه قیمتی دور بر 1 میلیون داره. لینک مشاهده و خریدش رو از دیجیکالا براتون توی دیسکریپشن میذارم. میتونید به تو دیجیکالا هم نظرات رو بخونید، هم یه تعریفایی که دیجیکالا ازش کرده مثل همیشه رو بخونید و همینا دیگه. نمره بخوام از 10 بهش بدم بهش 8 میدم. چرا 8 میدم؟ یک نمره برای اینکه زنگ میزنن فارسی نشون نمیده کم میکنم. یک نمره هم به خاطر برنامه این یه نمره هم باید کم بکنم دیگه. فکر میکنم نمیتونه 9 بگیره، شاید 7 بگیره اصلا. ولی 8 نمره‌ای که بهش میدم. میتونست بهتر از این باشه، 100% میتونست. بخریم یا نخریم؟ ببینید اگه فقط میخواید ساعت بخونید از روش، خب ارزون ترش هست. چرا اصلا باید برید ساعت بخرید. ولی اگه دوست دارید ساعت باشه، ضربان قلب براتون بگیره، گام هاتون رو ریاکت بکنه، خوشگل باشه، بتونید عکس خودتون رو بندازید پس زمینش، والپیپرهای مختلف داشته باشه، به گوشیتون وصل بشه و یه سری سوسول بازی‌های دیگه که من خیلی دوست دارمش، بخریدش دیگه. من اینو میخرم. جزء چیزهایی که پشیمون نشدم. مثلا من کاغذ هوشمند و کاغذ هوشمندم پشیمون نشدم. ولی دوربین مدار بسته خیلی پشیمونم. چون اصلا این آشغال به درد نخوری خیلی نت می‌خواد. ولی چقدر آدم پلیدی شدم جدیدن. پشت شاکرتون مهدی فرعی زدم. دوستتون دارم. زیاد، خیلی زیاد و فراوان.